سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با تحلیل درخواستی ارزهای شما. یک هفته گذشته رو اونطوری که باید حضور نداشتم و علتش رو هم در کانال تلگرام کاراکو 2022 خدمت شما دوستان عرض کردم. خب امروز پنجشنبه 15 آذر ماه هست که در واقع میشه گفت 16 آذر ماه. تاریخ زیاد مهم نیست، مهم محدودهای حمایت و مقاومت هستن که به قدرت خودشون باقی باشن. حالا این که نبودم و قرار هست چه کارهایی انجام بدیم رو در کانال تلگرام خدمت شما دوستان گفتیم و اینکه کاری که امشب میخوام قرار بدیم احتمالاً ادامه دار باشه. حالا چگونگیش رو خواهیم گفت. با اکثریت آرا میریم سراغ تحلیل ارزهای شما، ارزهایی که در اینجا اشتراک گذاری شد و دوستان خواستن که اونها رو انجام بدیم. داگز و ریپل در 23% دقیقاً جفتشون هستن. سعی میکنیم همه اینها رو خیلی سریع انجام بدیم. خوشحال میشن که با لایک کردن و سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. خب بریم سراغ تحلیل ارز XRP. ضمناً جهت پیدا کردن اسم ما در تلگرام کافی است در تلگرام کاراکو 2022 رو سرچ کنید و یا اینکه در قسمت بیو یوتیوب میتونید به ما وصل بشید. همچنین برای هر ارزی که میخواین کافی است در قسمت توضیحات یوتیوب بریم پایینتر و روی دقیقه مورد نظر کلیک کنید. خب در مورد ارز XRP قبلا این ارز تحلیل شد. چون قبلا تحلیل شده دیگه نیازی نیست که من مجددا بخوام تحلیل ها و صحبت های قبلی رو خدمت شما بگم. این هم آدرس تلگرام. در قسمت ویدیوها دوستان به تحلیل XRP میتونید مراجعه کنید. یک تحلیل کامل بود از در واقع ریپل $5 صحبت کردیم و در واقع نگاهی داشتیم به تایم ماهانه این ارز که دیگه به صورت کامل گفته شده. بنابراین اگر قصد مشاهدهش رو دارید میتونید برگردید و اون ویدیو رو ببینید. فعلا چه اتفاقی ممکن هست برای این ارز بیفته؟ این ارز در یک روند صعودی همچنان به رشد خودش ادامه میده و گفتیم که میتونه در بدترین حالت یک اصلاح قیمت رو داشته باشه. بنابراین در تایم 4 ساعت برای این ارز اگه قرار باشه بگیم چه اتفاقی ممکن هست بیفته، همچنان میتونه این ارز به روند صعودی خودش ادامه بده و ما هم میتونیم امیدوار به این رشد برای این ارز باشیم. پس به صورت کلی اصلاحی که ممکن هست فعلا برای این ارز پیش بیاد، همچنان که قبلا گفته بودیم، شاید تا 16% دیگه در گام اول تا $2 شدن این ارز پیش بره. این بدترین حالتی هست که میتونیم برای، البته بدترین حالت نه، بدترین حالت اینه که تا پایین ترین محدود یعنی 32% ریزش تا $1.63 که قبلا گفتیم در تایم هفتگی هم گفتیم ممکنه این اتفاق بیفته که تا $1.63 بره. این بدترین حالتش هست در میانه، در همین اول محدوده حمایتی 15% پایین تر تا قیمت $2 ممکن هست بره. بنابراین دوستانی که این ارز رو میخوان نگهداری کنن منتظر این اصلاح باشن، اصلاحی که میتونه بیشتر باشه و تا کف این روند صعودی هم ادامه دار باشه. خب تا اینجای کار ما این رو مشخص کردیم، از روند این ارز صحبت کردیم، همچنین از اصلاح این ارز صحبت کردیم و گفتیم در حالا کمترین حالتش من میخوام خدمت شما بگم 12% پایینتر همون $2 رو میتونیم به عنوان یک حمایت برای این ارز در نظر داشته باشیم و این حرکت رو میتونیم حرکت احتمالی این ارز در نظر بگیریم. خب پس محدود حمایت مشخص شد، مقاومت همون $3.22 هست، روند مشخص شد و حرکت احتمالی رو هم خدمت شما عزیزان برای ارز XRP گفتیم. بریم سراغ دومین ارز داگز که دوستان خواستن این رو هم براشون تحلیل کنیم. ارز داگز رشد خوبی رو نشون داد، صفحه شلوغ خلوت میکنیم و قیمت رو به تومان هم خدمت شما دوستان میگیم. فعلا همونطوری که قبلا گفته بودیم و در تحلیل قبل هم به اون اشاره کردیم، در 11 روز گذشته خبر از رشد این ارز دادیم با یک اصلاح که در واقع تمام این موارد داره به خوبی پیش میره و ما رو داره میرسونه به قیمت 3085 یا همون 63 تومان. این محدوده مقاومتی این ارز هست، میتونه تا این محدوده به رشد خودش ادامه بده، یعنی 7% رشد دیگه هنوز هم برای ارز داگز ممکن هست اتفاق بیفته. محدوده حمایت این ارز هم در تایم 4 ساعتی 10% پایین تر و در قیمت 52 تومان یا 3073.60 هست. بنابراین حمایت مشخص شد، مقاومت مشخص شد، حرکت احتمالی میتونه همچنان هم رشد باشه و این رشد رو ما میتونیم به این صورت شاهد باشیم، یعنی یک رشد تا این محدوده باشه و بعد از اون این اصلاح اتفاق بیفته. با رسیدن به محدوده 3085 نیاز هست این ارز به روزرسانی بشه،
یا همون قیمت 63 تومان. چرا؟ چون با شکست این محدوده ما میتونیم امیدوار به رشد بیشتر برای این ارز باشیم. بنابراین همین الان در محدوده مقاومتی هست. یه خورده اینجا رو خلوت کنم. بنابراین به این صورت حرکت احتمالی رو میتونیم برای ارز داگز در تایم 4 ساعتی شاهد باشیم، یعنی امکان یک رشد 10% برای این ارز همچنان تا 3090 وجود داره. اما دوستان توجه کنید، من حرف از ریزش نمیزنم، بلکه این صحبتی که انجام دادم حرف از اصلاح هست، یعنی با رسیدن به این محدوده میتونه به رشد خودش این ارز ادامه بده. فراموش نکنیم در یک محدوده، در یک روند صعودی هستیم، بنابراین این حرکت هم بخواد اتفاق بیفته ما میتونیم همچنان هم امیدوار به رشد بیشتر برای ارز داگز باشیم. ولی خب با رسیدن به این محدوده 63 تومان یا 3085 عذرخواهی میکنم میتونیم یک در واقع رشد بیشتری رو برای این ارز در نظر داشته باشیم تا سقف این ارز و یک ورود مطمئن با شکست معتبر 3085 ورود مطمئن رو در واقع میتونیم داشته باشیم. اما خب به هر حال ما بهتر هست کمی همچنان هم با احتیاط عمل کنیم. البته که ارز داگز از بیت کوین داره متفاوت‌تر عمل میکنه به نظر من، و البته الان اگه یادتون باشه گفتیم که ممکن هست با ورود بیت کوین، با ریزش یا اصلاح بیت کوین، یه مدتی گفتیم ممکنه این آلت تا به آلت سیزن برسیم طول بکشه و سعی میکنیم در این هفته یعنی فردا و پس فردا شاخص ها رو بررسی کنیم، چون قرار بود این هفته بررسی کنیم و تا الان فرصت نشده. به هر حال این تحلیل این ارز بود. محدوده مقاومت، محدوده حمایت، حرکت احتمالی، ورود مطمئن، تارگت اصلی قیمت ها به تومان و به دلار هم خدمت شما دوستان گفته شد. بریم سراغ تحلیل ارز بعدی. ارز بعدی ارز دوج کوین هست که قبلا این ارز رو هم به صورت کامل تحلیل کردیم و در کانال تلگرام کاراکو 2022 تحلیل این ارز رو هم میتونن دوستان مشاهده کنن. دیگه نیاز نیست من مجددا برگردم. گفته بودیم آیا به دوج کوین ورود کنیم و بدترین حالت برای دوج کوین چیست؟ همچنان روند صعودی دوج، آیا دوج بخریم یا نه؟ قبلا به صورت کامل در مورد این ارز در 14 دقیقه صحبت کردیم، گفتیم به اعتبار خودش باقی هست. اما بریم روی چارت و از این ارز صحبت کنیم. اگه یادتون باشه گفتیم در یک روند صعودی قرار داره ارز دوج کوین. اتفاقا در تحلیل قبلی یک در واقع پوزیشن رو هم به این صورت مشخص کردیم خدمت شما دوستان که اگه بخوام این رو در نظر بگیریم از محدوده‌ای که مشخص کرده بودیم تا به الان، اول اینکه 8 روز هست که میگذره، تقریبا 7 روز هست که میگذره و در بیشترین حالت تا 16% هم رشد کرد که گفتیم با لورج 7 دوستان میتونن در فیوچرز وارد بشن یا در صورت اسپات میتونن همینجوری این دوستان وارد بشن. به هر حال به خوبی عمل کرد. همچنان هم امکان رشد وجود داره. ما یک محدوده مقاومتی برای این ارز مشخص کرده بودیم، قیمت 44 سنت بود که گفتیم با شکست این محدوده میتونیم امیدوار به 55 سنت هم برای این ارز باشیم. همچنان مشغول این محدوده مهم مقاومتی هست و خب میدونیم که با اصلاح بیت کوین میتونن این ارزها رشد کنن. اون اول که ریزش خیلی بد داشتن ولی به مرور میتونن در واقع پول ها از سمت بیت کوین به سمت سایر ارزها میتونه بیاد و این میتونه امیدوار کننده باشه. تحلیل امروز بیت کوین رو حتما ببینید. خب حرکت کلی این ارز رو که در همون تحلیل قبلی گفته بودیم و در کانال موجود هست دوستان میتونید ببینید. اما حرکت فعلی این ارز به چه صورت میتونه باشه؟ الان واگرایی داریم و اگه قرار باشه یک محدوده حمایت رو برای این ارز مشخص کنید، تقریبا این محدوده رو میتونم در تایم 4 ساعتی برای شما دوستان به عنوان یک حمایت در نظر بگیرم که اگه قرار باشه قیمت دقیقش رو بگیم، در پایین ترین حالت میتونیم 38 سنت رو تقریبا به عنوان محدوده حمایت دوج کوین در نظر بگیریم. یعنی از جایی که الان هستیم در بدترین حالت این ارز میتونه تقریبا تا 11% اصلاح رو داشته باشه. دوستان فراموش نکنین تایم ما تایم 4 ساعتی است که داریم تحلیل میکنیم. بنابراین این حرکتی که برای این ارز ممکنه از اتفاق بیفته این که به این محدوده برسه و سپس از این محدوده رشد خودش رو آغاز کنه. اما شکست معتبر قیمت 44 سنت همونطوری که از قبل گفته بودیم، شکست معتبر این محدوده هم میتونه دوستانی که دنبال ورود مطمئن هستن رو در واقع مخصوصا در تایم روزانه
دنبال ورود مطمئن هستن، این شکست باید در تایم روزانه انجام بشه. این شکست انجام بشه دوستان میتونن یک ورود مطمئن به این ارز داشته باشن، یا اینکه منتظر باشن اصلاحش رو انجام بده روی قیمت 38 سنت تقریبا یک واکنش مثبت رو در تایم روزانه ببینن و بعد از اون میتونن مجددا به این ارز ورود کنن. اما به صورت کلی میدونیم که روند این ارز یک روند صعودی هست و مهمترین محدوده حمایتی اون هم در تایم روزانه میشه گفت قیمت حالا 33 سنت تا 34 سنت محدوده حمایتی این ارز هست که البته گفتیم مواظب باشن دوستان، علتش رو مشخص کردیم در همون تحلیل هست دیگه، من اینجا مجددا توضیح نمیدم تا ویدیو اضافه نشه. دوستان میتونن مراجعه کنن به کانال تلگرام، به کانال یوتیوب و در واقع در اینجا 8 روز قبل این تحلیل رو ببینن. تو کانال تلگرام هم هشتگ دوج رو اگه سرچ کنید میتونید، یا هشتگ دوج به فارسی هم سرچ کنید، میتونید به تحلیل قبلی دسترسی داشته باشید و بدونید که چه صحبتی در مورد این ارز شد در تایم روزانه. فعلا در تایم 4 ساعتی حرکت احتمالی که برای این ارز گفتیم میتونه به این حالتی که گفتیم باشه، یک اصلاح 11% در بیشترین حالت و سپس رشد، ورود مطمئن میگفتیم. دوستانی که الان قصد ورود برای لانگ دارن باید حد ضررشون پایینتر از 38 سنت باشه و نقدینگی داشته باشن تا در این محدوده هم ورود کنن. خب این هم تحلیل ارز دوج کوین، فکر نکنم چیز دیگه نیاز باشه چون توضیحات رو قبلا دادیم. خب بعد از دوج کوین میرسیم به تحلیل نات کوین که با 11% دوستان خواستن این ارز رو هم تحلیل کنیم. بریم سراغ تحلیل ارز نات کوین در تایم های مختلف، البته به صورت روزانه انجام میشه و توضیحات کامل رو هم گفتیم. خب برای نات کوین چه اتفاقی ممکن هست بیفته؟ من از تایم ساعتی شروع میکنم. یک کاندال مشخص کردیم که زیاد موفق عمل نکرد. البته ما گفتیم یک رشد میتونه تا 5% اتفاق بیفته، اما این رشد تا 5% اتفاق نیفتاد و تا 4% اتفاق افتاد و دقیقاً بعد از این محدوده شاهد اصلاح قیمت بودیم و اون هم به صورت سانتیمتری تا محدوده که گفته بودیم، یعنی 8% اصلاح خودش رو انجام داد و از اینجا دقیقاً از جایی که گفته بودیم رشد خودش رو هم آغاز کرد که باز هم 9% رشد کرد. الان روی یک محدوده مهمی قرار گرفته و میتونیم بگیم که در واقع این ارز رو بهتر هست در تایم 4 ساعتی نگاه کنیم. چرا؟ در تایم 4 ساعتی ما اومدیم یک حرکت احتمالی رو برای این ارز مشخص کردیم که ابتدا با همون در واقع میشه گفت اصلاحش اتفاق افتاد تا کف کانال و بعد از اون هم شاهد یک رشد خیلی خوب بودیم. در تایم 4 ساعتی این ارز تا 21% رشد رو هم در طول 2 روز از خودش نشون داد و فعلا با رسیدن و حتی میشه گفت نزدیک شدن به قیمت 0.01 که یک مقاومت هفتگی هست، واکنش منفی رو داریم از این ارز میبینیم. خب همچنان محدوده مقاومت این ارز رو میتونیم 0.01 در نظر بگیریم و در تایم 4 ساعتی میتونیم یک اصلاح رو هم برای این ارز در پیش رو ببینیم، در واقع برای 24 ساعت پیش رو. تایم 4 ساعت که یک تایم در واقع قوی تر هم هست نسبت به تایم ساعتی، یک محدوده حمایتی داره که از قبل اینو خدمت شما عزیزان مشخص کردیم و در موردش هم در تحلیل های قبلی صحبت کردیم. من اینو یک حمایت 4 ساعته میدونم، قیمت 2082.23 یا تقریبا قیمت 582 تومان. یک محدوده هست دوستان، فیکس این قیمت نیست، محدوده هست. بنابراین این محدوده حمایت رو البته به قیمت امروز 590 تومان هست دوستان محدوده حمایت، ولی خب میگیم این محدوده با تغییر قیمت دلار و تتر تغییر میکنه و چه خوب که شما همون اول برین خریدهاتون رو با تتر انجام بدید. خب چه اتفاقی ممکن هست بیفته؟ گفتیم بدترین حالت، چون اینجا واگرایی داریم، بدترین حالتش دیگه اینه که 14% اصلاح رو ما برای ارز نات تا قیمت 2082.23 داشته باشیم. این در این روند صعودی، این ارز در این روند صعودی میتونه این اصلاح رو تا این کف داشته باشه که اگه این اتفاق بیفته بهتر هست روش برنامه‌ریزی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه نقدینگی داشته باشیم که 14% پایینتر خرید خودمون رو انجام بدیم و البته حد ضررمون هم باید
پایینتر باشه از 14%، تقریبا 20% پایینتر در تایم 4 ساعتی میتونه حد ضرر خوبی باشه. خب چه اتفاقی ممکن هست بیفته؟ آیا رشد یا ریزش؟ به نظر من فعلا یک اصلاح میتونه داشته باشه. در تایم ساعتی اگه بخوام یک محدوده حمایت رو برای این ارز مشخص کنیم، در واقع این محدوده یک محدوده حمایت در تایم ساعتی هست. ممکن هست از قیمت 2089.50 ما برگشت قیمت رو شاهد باشیم. یعنی تقریبا با این روند ما میتونیم بگیم که در تایم ساعتی این ارز میتونه یک اصلاح قیمتی رو داشته باشه. اصلاح قیمتش میتونه تا محدوده‌ای که مشخص کردیم باشه، یعنی قیمت گفتیم 89.50 تقریبا محدوده حمایت ساعتی این ارز هست و در تایم 4 ساعتی هم اگه بخوایم به این ارز نگاه کنیم بدترین حالتش 2082.23 هست که حالا بستگی داره شما عزیزان در چه تایمی دارین با این ارز کار میکنید. اگه در تایم 4 ساعتی هستید بهتر محدوده پایینتری رو مد نظر بگیرید، در غیر این صورت در تایم ساعتی همون محدوده حمایتی که گفتیم، ولی فراموش نکنیم که ریسک بیشتری هم برای ارز نات کوین باید در تایم ساعتی قبول کنیم. خب در تایم روزانه هم من یک نگاه کلی داشته باشم و بریم سراغ تحلیل ارز بعدی. در این تایم هم دوستان امکان اصلاح رو میتونیم داشته باشیم، تقریبا بین همون 14-15% اصلاح اگر برای نات کوین اتفاق افتاد که من فکر میکنم امکانش بیشتر هست، بهتر هست مواظب باشیم و طبق تحلیل عمل کنیم، مخصوصا تحلیل تایم 4 ساعتی که به صورت کامل خدمت شما عزیزان گفتیم. خب تکمیل بود توضیحات و بریم سراغ تحلیل بعدی. خب ارز بعدی ارز X هست که این ارز رو هم به صورت روزانه در خدمت شما دوستان هستیم در کانال تلگرام، در کانال تحلیلی کاراکو 2022 و به نظر من نیاز به زیاد توضیح نداره. اگه یادتون باشه در روزهای گذشته که این ارز تحلیل شد ما اومدیم و گفتیم که دوستان میتونن چه کاری انجام بدن. کافی هست تحلیل قبلی این ارز رو انجام مشاهده کنید. X در روند خنثی گفتیم و از طرفی هم در مورد تحلیل هفتگی و حتی ماهانه ارز X هم ما 3 روز قبل اول هفته میلادی در خدمت شما دوستان بودیم. البته با کمی تأخیر انجام شد. آره تمام دوشنبه سه‌شنبه بود دیگه انجام دادیم و کلا گفتیم با این ارز چه کاری انجام بدید. یک پوزیشن اومدیم خدمت شما دوستان مشخص کردیم و دیگه خاطر همه رو جمع کردیم. گفتیم آقا طبق این حرکت شما پیش برید. در تایم هفتگی هم یک در واقع پیشنهاد سیگنال رو به دوستان دادیم. گفتیم یه همچین ورودی میتونید داشته باشید. ریسک ریوارد یک نوع ورود رو گفتیم به چه طریق ورود کنید. تمام این موضوعات گفته شد دیگه، نیاز نیست من مجددا اینها رو توضیح بدم. همون تحلیل 3 روز قبل رو ببینید دوستان به صورت کامل خدمت شما گفتیم. همونطوری که مشاهده کردید ما تحلیل هفتگی ماهانه رو هم حتی در اینجا انجام دادیم. پس اگر توضیحات بیشتر میخواین ویدیو رو ببینید. به صورت کلی ما گفتیم در تایم ساعتی در یک روند خنثی قرار گرفتیم، در روند رنج قرار گرفتیم که در یک ما رو در یک مستطیل قرار داده. از نظریه داو گفتیم و اینکه شکست از هر سمت میتونه به اندازه این مستطیل باعث رشد یا باعث ریزش بشه. مقدار رشد و ریزش رو هم مشخص کردیم خدمت شما عزیزان و باز هم میگم با رسیدن به کف یعنی قیمت 30.18579 یا تقریبا قیمت $13 $13-14 بین 13-14 دلار با رسیدن به این محدوده حمایتی میتونیم همچنان امیدوار به رشد این ارز باشیم و با رسیدن به محدوده مقاومت یعنی تقریبا 16-17 تومن یا 3022619 میتونیم منتظر برگشت باشیم. زمانی این ارز تحلیلش در واقع اولویت داره و ارزش پیدا میکنه که کف یا سقف شکسته بشه. البته هرچند که ما مقدار ریزش و رشد رو هم در تحلیل قبلی خدمت شما گفتیم، یعنی اگه بالفرض هم شکسته بشه میدونیم تا کجا ممکن هست ریزش یا رشد داشته باشه. خب تحلیل دیروز هم گفتیم میتونه یک رشد این ارز داشته باشه. گفتیم این رو دقیقاً ببینید تحلیل اینجا انجام شده، دقیقاً تا محدوده گفته شده رشد کرد و از اونجا هم ما شاهد برگشت قیمت دقیقاً تا محدوده حمایت
بودیم و مجددا یه نوسانی بود که گذشت، مجدد باز به کف رسید و خودش رو رسوند به سقف. یعنی همین روند خنثی رو حتی در این مستطیلی که بخوام اینجا در نظر بگیریم هم داره انجام میده. من نیاز به توضیح بیشتر برای این ارز دوستان نمیبینم، جز این که این ارز مجدد میتونه همین حرکت رو انجام بده، یعنی به کف برسه. محدوده تقریبا 3018 کفش هست یا تا 3018 579 و با رسیدن به این محدوده رشد خودش رو آغاز کنه. اولین محدوده مقاومتی این ارز رو هم تقریبا 15 تومن گفتیم که البته الان قیمتش 15-16 تومنه و این قیمت سقف 3022 619 رو هم میتونیم قیمت 16-17 تومن بدونیم، چون دلار قیمتش تغییر کرده. خب پس امکان یک رشد برای این ارز وجود داره. البته یک اصلاح 4% رو میتونه داشته باشه و از این محدوده رشدش میتونه اتفاق بیفته. سر فلش به سمت بالا تا محدوده مقاومت 3020 915 یا 3021 رو میتونیم به عنوان محدوده مقاومت این ارز در نظر بگیریم. احتمال رشدش بیشتره، ولی اگر اصلاحی اتفاق افتاد میتونید در این محدوده بعد از واکنش مثبت خرید خودتون رو انجام بدید. خب من فکر میکنم به همین اندازه کافی باشه. حرکت احتمالی گفته شد، محدوده حمایت مقاومت گفته شد، در تایم ساعتی گفتیم. خب طبیعتا در تایم 4 ساعتی هم به همین صورت هست و در تایم روزانه هم فعلا حرکت خاصی رو برای این ارز متصور نیستیم. حرکت احتمالی، مقاومت، حمایت، مقاومت اصلی، الگو همه عرض شد خدمت شما. خب ارز یکی مونده به آخر، ارز میجر هست که دوستان خواستن این ارز رو تحلیل کنیم. با 8% در واقع آرا میرسیم به ارز میجر و دوستان حقیقتا این رایگیری ها خیلی تاثیر داره، به خاطر اینکه گاهی وقتا زمان کم میاریم و نمیتونیم همه رو تحلیل کنیم. نزدیک به 195 نفر دوستان ارز میجر رو خواستم. بریم سراغ تحلیل این ارز، اما قبل از این هم بگیم که این ارز هم در کانال تلگرام کاراکو 2022، در کانال یوتیوب کاراکو 2022 تحلیل شد و گفتیم آیا پامپ میشه، حرکت بعدیش چی هست، آیا سیگنال ورود میده یا نه. به صورت کامل یک روز قبل خدمت شما بودیم در کانال یوتیوب، میتونید این رو ببینید. جز این ارزهای آخری هست که انجام دادیم. البته دوستان میتونن در واقع اصلا تحلیل امروز رو نبینن، همون تحلیل رو ببینن، چون امروز هم آپدیتی از همینه و یه روز هنوز گذشته. ما گفتیم با رسیدن به محدوده حمایتی میتونیم امیدوار به رشد باشیم. این رشد در بهترین حالت میتونه تا $1.30 هم ادامه پیدا کنه و بیشترین ریزش رو برای این ارز از قیمت فعلی گفتیم میتونه تا 7% باشه. یعنی $1 رو به عنوان حمایت ارز ماجور در نظر میگیریم، یعنی 8% پایین تر. و اگه قصد ورود داریم، دیروز اومدیم یک سیگنال میان مدت رو گفتیم و البته یک سیگنال لانگ رو هم به این صورت خدمت شما گفتیم با 12% مقدار ضرر، 96% در تایم روزانه گفتیم. در تایم 4 ساعت گفتیم یه سیگنال میان مدت هم برای این ارز ما دیروز معرفی کردیم، گفتیم دوستان میتونن به این صورت یک سیگنال میان مدت با 30% در واقع اصلاح و 70% رشد در نظر بگیرن. روش ورودش رو در همون تحلیل دیروز گفتیم که من دیگه نیازی نمیبینم امروز هم در مورد اون صحبت کنیم. خب بنابراین روی محدوده حمایتی همچنان قرار داره، محدوده حمایتی که بین $1.08 تا $1.10 هست. تا زمانی که بالای این محدوده وجود داره قرار داره میتونیم امیدوار به رشد این ارز باشیم، رشدی که حداقل میتونه تا 7% تقریبا تا $1.20 میتونه این رشد ادامه داشته باشه، یعنی تا 10%. چه اتفاقی ممکن هست بیفته؟ گفتیم بدترین حالتش اینه که البته نظرمون با رشد هست، ولی گفتیم میتونه یک اصلاح تا $1 داشته باشه و دوستانی هم که قصد ورود دارن طبق پوزیشن هایی که دیروز مشخص کردیم میتونن ورود خودشون رو به این ارز داشته باشن. فراموش نکنن اینها پیشنهاد هست و مسئولیت ورود با خود شما عزیزان هست. خب من فکر نکنم نیاز به این باشه چون دیروز تحلیل شد. بریم سراغ تحلیل ارز بعدی. خب و آخرین ارز درخواستی شما دوستان ارز سولانا هست که 4% دوستان گفتن این ارز رو تحلیل کنیم. بریم سراغ تحلیل این ارز و باز هم از جمله ارزهایی هست که ما قبلا تحلیل کردیم. البته یه مدتی هست که از تحلیل این ارز
میگذره و حالا نیاز هست تحلیل کنیم ببینیم که آیا تغییر خاصی شده در این ارز ایجاد شده یا نه. در اینجا از انفجار در سولانا گفتیم و از هولد این ارز 2 هفته پیش تحلیل شد. بریم سراغ این تحلیل. همون اول دوستان ببینید که چقدر زیبا عمل کردیم. تحلیلی که در این روز انجام دادیم تا به امروز دقیقاً 15 روز قبل، همون تحلیل قبلی هست که انجام شده، به خوبی پیش رفته. واقعاً خدا رو شکر که این ارز از جایی که گفته بودیم یک رشد انجام داد. دقیقاً در عرض 2 روز 11% رشد تا محدوده‌ای که گفتیم و سپس ریزش تقریباً 11% در 4 روز اتفاق افتاد که در بیشترین حالت تا 15% ریزش رو هم در همین 4 روز ما شاهد بودیم. خب چه اتفاقی ممکن هست برای این ارز بیفته؟ من ابتدا در تایم بالاتر به این ارز نگاه کنیم دوستان. گفتیم در یک روند صعودی بلند مدتی هست. تمام توضیحات رو در تحلیل قبلی دادیم. گفتیم با رسیدن به مقاومت $257 میتونه یک اصلاح قیمتی رو داشته باشه که دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. اصلاحش رو شاهد هستیم. این اصلاح میتونه حتی تا تقریبا 13-14% پایین تر قیمت $195 هم ادامه داشته باشه. البته باز هم میگم دوستان توضیحات کامل رو در ویدیو قبلی گفتیم. من اینجا حالا آپدیتش هست. در واقع 3 محدوده مهم رو اگه بخوایم برای این ارز مشخص کنیم، محدوده هاش به این صورتی است که میبینید تقریبا قیمت هاش رو بخوام، یا بهتر بگم دقیقاً قیمت هاش رو بخوام بگم، حمایتی که فعلا در اون قرار داره که در تایم 4 ساعتی بیشتر خودش رو نشون میده $230 هست. حمایت بعدی این ارز رو میتونیم در تقریبا $180 بدونیم و مهمترین حمایت اون هم $155. یعنی تا پایین ترین و مهمترین حمایت این ارز 30% فاصله هست. اگه دقت کرده باشین غالبا این 30% در تمام ارزها هم هست. خب به هر حال در تایم روزانه کسی که قصد هولد این ارز رو داره باید روی 30% پایینتر حساب کنه، یعنی حد ضررش پایینتر از این محدوده باشه و نقدینگی داشته باشه تا روی این محدوده ورود خودش رو داشته باشه. خب اما در تایم 4 ساعتی چه اتفاقی داره برای این ارز میفته؟ بعد از خروج این ارز از روند صعودی که مشخص کرده بودیم، در واقع میتونیم بگیم در یک روند نزولی قرار گرفته. روند نزولی که همکنون در اون قرار داره و میتونه بیشتر از این هم باشه. تقریبا در گام اول ارز صلح میتونه یک اصلاح 6% رو تا تقریبا $215 از خودش نشون بده. پس اولین محدوده حمایتی در تایم 4 ساعتی رو ما بخوام مشخص کنیم، میتونیم روی این قیمت حساب کنیم. البته من پایین تر از این رو قبلا گفته بودم، یعنی این محدوده رو گفته بودم، یک از محدودهای مهمش هست. ولی حالا باز هم بخواید تجدید نظری داشته باشم، تقریبا روی همین قیمت $200 میتونیم بیشتر حساب کنیم برای این ارز. پس من این رو کمی کم رنگ تر میکنم. تایمش رو میگیم تایم ساعتی محدوده حمایت هست، قیمت $215. اما محدوده مهم حمایتی این ارز در تایم 4 ساعتی $200 هست که از قیمت فعلی تا این محدوده تقریبا 15% فاصله هست. دوستانی که در تایم 4 ساعتی کار میکنن این رو بدونن که این ارز میتونه اصلاح بیشتری رو از خودش نشون بده تا $200 میتونه در واقع در تایم 4 ساعتی اصلاح بده. اما ورود مطمئن بعد از شکست قیمت $257 هست. با شکست معتبر این محدوده در تایم مخصوصا روزانه ما میتونیم امیدوار به پله‌های بالاتری برای این ارز باشیم، قله‌های بالاتری برای این ارز بعد از شکست. پس دوستانی که دنبال یک ورود مطمئن هستن، شکست $257 تا $258 میتونه محدوده خوبی برای ورود مطمئن به این ارز در تایم روزانه مخصوصا باشه. همچنین در تایم 4 ساعت، چون نزدیک شده دیگه، مقاومت روزانه و از 4 ساعت به هم دیگه نزدیک شده. خب حمایت مشخص شد، دو تا حمایت مشخص کردیم، مقدار ریزش رو مشخص کردیم، مهمترین حمایت رو در تایم 4 ساعته گفتیم، مهمترین حمایت رو در تایم روزانه گفتیم. آیا میتونیم به این ارز امیدوار باشیم؟ بله میتونیم امیدوار باشیم، اما شکست $257 به عنوان بالاترین سقف این ارز میتونه ما رو بسیار بیشتر امیدوار کنه. خب قبلا در همون تحلیل قبلی در تایم هفتگی هم این ارز رو بررسی کردیم دیگه، من بیشتر از این وارد نمیشم.
دوستانی که قصد هولد رو دارن میتونن تحلیل قبلی رو ببینن تا ببینن به این صورت اصلا میتونن یه ورود داشته باشن یا نه. توضیحات رو اونجا گفتیم، نمیخوام نصفش رو بگم نصفش رو ول کنم و نمیخوام ویدیو رو الکی با چیزایی که قبلا گفتیم پر کنیم، بنابراین من از تایم هفتگی دست میکشم، ولی به صورت کلی جزء ارزهایی هست که در تایم در واقع بلند مدت و میان مدت میتونیم روش حساب کنیم، در تایم 4 ساعتی و در تایم روزانه هم که خدمت شما عزیزان به صورت کامل گفتیم. خب امیدوارم دوستان از ما حمایت کنید با لایک کردن، سابسکرایب کردن، معرفی به دیگران و کامنت گذاشتن، باعث بشید تا بیشتر دیده بشیم، تا کمک دوستان بیشتری کنیم. سبز و پرسود باشید با کاراکو.